الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا رحمن ولا رحيم غيره ولا يعبد ولا يستعان إلا منه ولا يحمد سواه ولا رب ولا مربي إلا إياه وهو هاد إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على أشرف الرسول ومرشد الكل صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه إلى الدوام. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبان محمد صلى الله عليه وسلم، مؤمنون که ما و شما افتخار با امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم. جشن مولود رسول الله صلی الله علیه و سلم از برای یکایک شما و در شخصیت شما برای تمام مسلمانان این دیار تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه خداوند متعال مسئلت آن را دارم که پروردگار این محبت ها، عمل های خیر، سرسپردگی را از جانب ما و شما پذیرفته و به روح پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم رساند و روح آن حضرت را از ما و شما خشنود گرداند. واقعا جشن مولود نبوی محفل معرکه است که خداوند بزرگ نزد بندگانش آشنا میگرداند، معرفی میکند تا بندگان از صفات ذوالجلال و الاکرام هرچی بیشتر و زایدتر آگاه گشته و محبتشو بیشتر گردد. جشن مولود جشن است که محمد صلی الله علیه و سلم از برای امتان معرفی میکند تا اینکه حبیب دلها را شناخته و محبت او را در قلب جا نموده و متابعت آن حضرت صلی الله علیه و سلم سرمشق حیات قرار دهند. واقعا اگر از صفات پیامبر صلی الله علیه و سلم آگاه باشیم، به خدا قسم عاشقش میشویم. هیچ جای پوشیدگی ندارد. هر شخصی که چه بدن اسلام درک میکند، از رحمت و مغفرت و نعمت و عطای پروردگار آگاه میشود، امکان ندارد که عاشق خداوند متعال نگردد. هر کسی که از صفات و از خدمات برجسته رسول خدا صلی الله علیه و سلم آگاه میگردد، امکان ندارد که عاشق شیفته رسول الله صلی الله علیه و سلم نگردد. این واقعیت دارد. سبحان الله. وقتی که هر نفر باشه، خواه مؤمن باشه خواه مشرک باشه، وقتی که صفات رحمت پروردگار حضرت خداوندی جل جلاله در نزدش کرده می شود، دلش آب می خورد. اگر خداوند هدایتش کرده باشد، ایمان میارد. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم اول شخص است که نزد ما و شما صفات رحمانی را کرده است. خداوند به ما و شما معرفی کرده است. در حدیثی که هر بار می آید یک ورقش بر بگردانیم تا آشکار شود که سخن در موردی چی می رود. حضرت ابو هریره راوی امت اسلامی برای ما و شما از پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم حدیث را روایت می نمایند که پیامبر بزرگ فرمود: ان رجلین ممن دخل النار اشتد سیاحهما. دو مرد از اهل دوزخ، او کسایی که در دنیا سرکش بدن، مطیع نبودن، او کسایی که دست به فسق فساد می زدن و به امر پروردگار در دوزخ انداخته بدن، صدای گریه و ناله شو میگه بسیار بلند می شود. با علم با درد ناله و گریه میکنن. فقال رب تبارک و تعالی اخرجوهما. خداوند بزرگ و متعال می فرماید که کو همین دو نفر ببروره، چی در دارن یا چی داد و فغان دارن. وقتی خارجشان کردن، حضرت خداوندی میگه از اونا سوال میکند: لای شیء اشتد سیاحکما. چرا اینقدر صداتو بلند شد؟ آخه مادام که صبر عذاب و عقوبت نداشتید، بدبختا چرا دست به فسق فساد زدید؟ چرا از راه حق منحرف شدید؟ چرا گریه و فغان داره؟
گفتن فعلنا ذلک لترحمنا، پروردگارا با او خاطر گریه و فغان میکنیم که تو ما را بیامرزی، رحمت و مغفرت کنی. رحمتی تو به انتهاست پروردگار. امید داریم که ما را از آتش جانسوز جهنم نجات بخشی. حضرت خداوندی در جواب میگفته است این رحمتی لکما ان تنطلقا فتلقیا انفسکما حیث کنتما من النار. رحمتی من میخواهید؟ امروز رحمتی من نسبت شما آن است که الحال هر قفا می روید و از همون جایی که برو آمده با سرکی میپری در قعر جهنم، با در همون دوزخ تانه می اندازه. برای شما دیگه چاره دیگر نیست. رسول گرامی صلی الله علیه و سلم روایت میکند فینطلقان فیلقی احدهما نفسه، میگه آمدن سرکاشو خم، آبای دیده شو در رخساره ها جاری، یک نفرش میگه در حال خودش انداخت، از بس که الکی عذاب و مشقت و دهشت نافرمانی را چشیده بود. دیگر وقتی که خداوند امر کرد که باز روید و در همون دوزخ پرید، به یگان استحاله میگه آمده خودش انداخت. فیجعلها علیه بردا و سلام. وقتی خداوند بزرگ میبینه سرسپردگی او بنده را و میبینه که فرمان خدا را در حال اجرا کرد، میگه همون منطقه و همون موضعی را که او مرد خودش انداخته بود در داخل دوزخ به یک مکان خوش و به یک گلشن مبدل گردان، همچنانه که آتش نمرود از برای ابراهیم علیه السلام گلشن گردانده بود، یا جای سرد جای نعمت گرداندش. و یقوم الاخر فلا یلقی نفسه. اون نفر دیگه‌اش میگه در همون قعر دوزخ در بالای دوزخ ایستاده است، دو دیله میشوه، جرأت نمیکنه در همون لبی چیز گردنکش کج میایسته. حضرت خداوندی با صداش میکنه ما منعک ان تلقی نفسک کما القی صاحبک. ای بنده گفت تو چرا نپریدی؟ آخه من شما را فرمان دادم و رفیقت کو پرید، تو چرا ایستاده در اینجا در لبی در لبی دوزخ؟ میگه با آب دیده، با ناله، با حزن و خداوند مراجعت کرد، گفت یا ربی اینی لارجو الله تعیدنی فیها بعد ما اخرجتنی. پروردگارا من امید میکشم که بعد اون که از دوزخ بیرونم کردی دیگه بر نگردونیم، همین خیلی گناه ما ببخشی. حضرت پروردگار میگفت است لک رجاؤک، مادام که امیدت همین باشه از پروردگار پس به امیدت رسیدی، من ترا از آتش جهنم نجات دادم. فیدخلان الجنة برحمت الله تعالی. و هر رفیقی که در دوزخ می سوختن هر دش میگه به امر پروردگار وارد جنت کرده شدند. سبحان الله. آخی وقت این صفت پروردگار در نزد ما و شما میگویند، از زبان پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم میشنویم، چگونه شیفته و شیدای الله ذوالجلال نشویم؟ چه جای مؤمنا به خدا قسم همین مشرکا به طریق باید شاید اگر الله شناسن همش ایمان میارن، همش رو به اسلام میکنن. خدا رحمت کنه شیخ عطار نیشاپوری را قصه میکند، غازی از کافر بس سرفراز خواست مهلت تا که بگذارد نماز. میگه جنگی تن به تن میرفت بین یک مسلمان و یک کافر، هر دو پهلوان. جنگای پیش با تفنگ نبود، جنگای پیش با شمشیر سینام بود. اگر به شرطی که در رقیبی هم تنگ ور میخوردن کار به درجه میرسید که چند شبانه روز جنگ شو دوام میکرد. یک روز تا بیگاه جنگ میکردن با میگفتن که صحبت باقی با پگاه دوام میتیم. وقتی که در شمشیر زنی هر دش یک مهارت داشته باشن جنگ خیلی دراز مدت میروه. خیلی جنگیدن به هم وقتی نماز شد، مسلمان با مشرک گفت که اجازت میتی که من عبادت خدا را کنم، این نماز برای ما مسلمانان فرضی وقتی است، وقتش رسیده است. و او مشرک هم رخصتش داد، گفت برا نماز تا بخون با بیا انشالله دوام میتیم. چنبه شد غازیش کرد، باز آمد جنگ هر دم بهش کرد. مسلمان رفت نماز خواند. این برای ما و شما درس عبرت است برادرها. هر چی را بهانه کرده نماز خدا را قضا میکنیم. مردک در حین جنگ جانش در کف دست، نماز در وقتش ادا میکنه.
намоза мега вақте ғозӣ хонд омад боз аллоҳу акбар гуфта ҷанга давом дод. бод кофирро намозе зони хеш муҳл хост ӯ низ берун шуд зи пеш. гӯшае бигзид кофир поктар пас ниҳод ӯ сӯи буд бар хок сар. ҳамун мушрикову кофирорам як ибодате дорам ба худшо чизеро ибодат мекунанд. шояд бута ибодат кунанд, шояд оташа ибодат кунанд, шояд гову хара ибодат кунанд. мега ин мушрик ҳам вақти ҳама ибодаташ ки расид гуфт ҷура ки тира мана муҳлат битеда манам ибодат ма анҷом битум. ва вақте рухсат гирифт як ҷои покизаву тозатара ёфта сарша дар назди ҳамун буташ мега гузошт. ғозияш чун дид сар бар хоки роҳ гуфт нусрат ёфтам ин ҷойгоҳ. ғозӣ нигаҳ кард ки кофир сарша дар хок мондааст, гарданакаш кач ҳамиқа омодае ба марг аст ки гуфт худо дод. ин хеле момента дига ҳеҷ вақт намеёвум. худо додастам. хост то теғе занад ӯро ниҳон. шамшера кашида озода қафо омад. озӣ гуфт мезанам сарша баданаш ҷудо мекунам ба ҳамин ҷонам халос. ки медона охири ин ҷанг чӣ мешавад? худованд ҳамин имкона баром додааст ки истифодаш барам. хост то теғе занад бар вай ниҳон ҳотифеш овоз дод аз осмон. айва ауфул аҳд бар нохонда гашта каҷ бар аҳди худ номонда. чун накӯӣ кард кофир пеш аз ин ноҷавонмардӣ макун ту беш аз ин. ҳамин нав қасди зарба задан дошт ки як садое мега аз осмон омад дар гӯшаш ки ношугрӣ чаватвори ғозира ки о ту мусулмонӣ магар сухани парвардигора амри парвардигора фаромӯш кардӣ. ва ауфу билаҳд инал аҳда кона масъула. ба аҳдом вафодорӣ кине е бандаҳои худо. фардо рӯзи қиёмат аз ин аҳду паймон шумо пурсида мешавед. о вақте ки як кофир ҷавонмардӣ кард дар қавлаш устувор истод ту чаро номардӣ мекунӣ? ноҷавонмардӣ макун ту беш аз ин. ӯ накӯӣ карда ту бад мекунӣ. бо касон он кун ки бо худ мекунӣ. э мусалмон номусаллам омадӣ дар вафо аз кофире кам омадӣ. ҳайфи мусулмонит гуфт нахо дар аҳду вафодорӣ ту қадди як кофир набошӣ. ҳамун кофир вафо кард ту мехоҳӣ ки аҳда бишканӣ. рафт ғозӣ зин сухан аз ҷои хеш дар арақ гум дид сар то пои хеш. бечора ғозира ларза гирифт. вақте садора ай осмон шунид талхаш кафед дига дар ларзаву дар гирья афтод. кофираш чун дид ҳайрон монда теғ андар даст гирьён монда. гуфт гирьён аст чӣ? кофир гашт нигаҳ кард ки дар болои сараш мусалмон бо шамшери бараҳна истодасту гирья дорад. гуфт гирьён аст чӣ? баргуфт рост кин замон карданд аз ман бозхост бевафо гуфтанд аз баҳри туам. ин чунин нолон ман аз қаҳри туам. гуфт хонасӯхта барои ту гирья мекунам. аз рӯи ту бадбахт худованди мутаол бевафоам гуфт. гуфт ту ба аҳдат вафо намекунӣ. танбеҳу мазаматам кард. гӯш кард ин қисса кофир ошкор. наърае зад баъд аз он бигрист зор. гуфт ҷабборе ки бо маҳбуби хеш аз барои душмани мағзуби хеш аз вафодорӣ кунад чандин хитоб. бевафоӣ чун кунам ман беҳисоб. парвардигоре ки гуфт ба як маҳбуби худаш ба як ғозии роҳи худо ба хотири як кофир иқадар итоб мекунад, иқадар сахтгирӣ мекунад. марги ман ки бандагии худоро даъво кунаму ибодати худоро накунам, дар пеши бутҳо сажда кунам. арза кун ислом то дин оварам, ширк сӯзам шаръ оин оварам. бародар гуфт ислома арза кун, чӣ нав мусулмон шавам? калимаро арза кун, манам мусулмон мешавам. ай дареғо бар дилам банде чунин, бехабар ман аз худованде чунин. субҳаналлоҳ. агар ба шарти ҳар кадоми мову шумо аз накӯии парвардигор, аз раҳмати парвардигор, аз атои худовандӣ ба тариқи комил воқиф шавем, ба худо қасам ҳама шефтаву шайдои худованд мешем. ҳамчунин маҳфили мавлуди набавӣ маконест ки маърифии расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васалам дар назди умматон карда мешавад. қасам ба худои ҷаббор,
اگر شبانه روزی در یک شبانه روز 24 ساعت شکرگزاری نعمت الله کنیم، فقط شکرانه آنه که ما و شما را امتی رسول الله صلی الله علیه و سلم خداوند خلق کرده است انجام داده نمیتونیم. هرگز. یک پیامبری مهربانه که زندگیش هم برای ما مایه خیر رحمت بود، حتی همین وفاتش هم برای ما و شما مایه خیر رحمت است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام بزار روایتش کرده است با اسناد جید، با روایت از عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه، حضرت میفرماید حیات خیر لکم و موت خیر لکم. امتانی سربلندی من، حیات من برای شما مایه خیر رحمت است و مرگ من نیست برای شما مایه خیر رحمت است. چرا؟ اما حیاتی فاصن لکم سنن. حیاتی من با او خاطر برای شما مایه رحمت است که من برای شما سنت بیان میکنم، شریعت می آموزانم، طریقه زندگی را از برای شما تعلیم میتم. امروز ببینه هر ساحه را نگاه کنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین نصیحت کرده است. خواه معاشرتی با اهل خاندان باشد، خواه معاشرتی با حق همسایه باشد، خواه در سر دسترخوان باشد، از برای خدا در سر دسترخوان چی نوع شیشتن در کار، طعام چی نوع خوردن در کار، همه همیارا یک پیامبر صلی الله علیه و سلم خوایده و در دهن ما و شما گذاشته است. البته که حیات رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما مایه خیر و رحمت است. و اما موتی فإن اعمالکم تعرض علی. مرگ من چرا برای شما مایه خیر و رحمت است میگوید حضرت صلی الله علیه و سلم. عملهای شما ای امتان در عالم برزخ در نزد من عرض کرده میشوند. فلانی فلان کار کرد، فلانی فلان کار کرد، همه همیورا در نزد من یک میارن حسابات میتن. فما رأیت منها حسنا حمیدت الله علیه. اگر دیدم که عملی خوب است، عملی نیک است، مرد مسلمان همت کرده است، مثل برادر ما ایشان اسلام الدین خدا برکتش بده، مرد مسلمان خدمت میکنه مثل ایشان ویسیدین خادما که امروز خدمت ما و شما را کرده است. مرد مسلمان در محفل خیر نشسته و ذکر خداوند و پند نصایح پیامبر صلی الله علیه و سلم گوش کرده است. اگر گفت از این چیزا وقتی واقف شدم شکرانه خدا میکنم، حمد خدا را میگم که پروردگار خیر ملت سربلند و امتی سربلند نصیب من گردانده است. و ما رأیت منها سیئا استغفرت الله لکم. اما اگر دیدم که یگان امت کاری ناجا کرده است، کاری ناخوب کرده است، کسی را رنجانده است، غیبت کسی را در غایبش کرده است، عمل کرده است که عمل شنیع است، پیش خداوند متعال میگه طلب استغفار میکنم که پروردگارا همه یکی از امتهای من است، خطا کرده است، خدایا تو ببخش، تو غفور و رحیم هستی، پروردگارا ببخش. حتی در عالم برزخ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم طلب استغفار کمبودی و نقصان ما و شما را میکرده است. بله، چه غم دیواری امت را که دارد چند تا پشتیبان، چه باک از موج بحران را که باشد نوح کشتیبان. اما مرد مؤمن باید یک ذره اندیشه کند که او وقتی که عملها را پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم عرض میکنند، همه کمبودی و نقصانایی که در زندگی همه روزه ما جا داره، آخه شرم نمیداری فردا روز قیامت با کدام چشم به پیامبر صلی الله علیه و سلم نظر میکنی؟ نزد حضرت بگذار که حضرت رحمت عالمیان است، بگذار که پیش پروردگار طلب مغفرت میکنه. اما وقتی که شخص گناهگار است، رفتار ناجا و شنیع کرد، عیب داغش در اسلام ماند، فردا روز قیامت با کدام رو میره که یا رسول الله من طلب شفاعتی تر دارم، یا رسول الله من امتی تر هستم؟ شرم نمیداری؟ خجالت نمیکشی؟ گیرم که به عوف در گذارد همه را، آن شرم که دیده از چی کردم چی کنم میگه بزرگ. برای برادرای عزیز، هر وقت کار میکنیم خوب اندیشه کنید، از همین کار ما الله آگاه است، از این کار ما رسول الله صلی الله علیه و سلم آگاه کرده می شود. این خبر به حضرت می رسونند
آخه مرگ من که فردا روز قیامت در پیش و چی میگم؟ بالفرض مردم ندیدن پوشیده کردم، اما آخه از خدا پوشیدش نمیشود. حتما نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم عرض کرده میشد است. و بسیار خواهش میکنم برادرای عزیز، چیزی را شنیدیم به اهل خاندانمون برسانیم، به فرزندا برسانیم. و مرد مسلمانی واقعی دائم فرزندش تاکید میکنه بچه جان من برای تعلیم تربیت سعی تلاش میکنم، کار نکنی که پگه در پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم من خجالت زده بشم، کار نکنی که برای شرمنده و رسوا کنی. زیرا حضرت گفت کلکم مسئول عن رعیتی، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. هر کدام شما پدرای محترم شما چوپان و پاسبان هستی و فرد و مسئول هستی در پیش خدا و پیغمبر. از رعیتت پرسیده میشوی، از رفتار و کردار فرزندات پرسیده میشوی، از رفتار و کردار خاندانت پرسیده میشوی. مرد مسلمانی واقعی همیشه همین را باید به فرزندا تاکید کنه. در همین صورت امکان داره که فرزند صالح قابل نامبردار انشاءالله تربیه یافته و به کمال برسد. حضرت دوم محمد الله الحل صحبت میکرد از اقبال لاهوری، خیلی از مولانا اقبال لاهوری خیلی سخنهای بسیار با مورد زیبا و شیرین نقل کرد. همه علامه اقبال لاهوری خود به خود اقبال نشده است. خداوند برای اقبال پدری صالح مادری صالحه را داده بود، سعی تلاش میکردن که فرزند مسلمان به کمال برسه که الحمدلله رب العالمین امروز اقبال میگیم. ببینه دیلمو میکشاید. امروز اقبال میگیم، افتخار میکنیم که محمد اقبال لاهوری به زبان مادری ما شعر گفته است، اگر چند در هندوستان زندگی میکرد. حضرت یک قصه ترجمه حالی دارد. قصه میکند که سائل مثل قضای مبرم بر در ما زد صدای پیهم، از غضب چوب شکستم بر سرش، حاصل دریوزه افتاد از برش. یک گدا میگه یک تلبنده اومد میگه در خانه ما را سحر بر وقت کوفتن گرفت، نه خواب قیلولم برده بود، اومد زد ای خواب بیدارم کرد. از بس که جوان بودم، جوان خیچه کنترل کردن نمیتونه، به خشم غضب اومدم میگه هم یک چوب گرفتم در سرش زدم، یک عصا سرش کفوندم. عقل در آغاز ایام شباب می نبشناسد ثواب از ناثواب. از مزاج من پدر افسرده گشت، لاله‌زاری چهرهش آزرده گشت. از مزاج من پدر آزرده گشت، لاله‌زاری چهرهش افسرده گشت. گفت فردا امتی خیر الرسول جمع گردد پیش آن مولای کل. میگه وقتی پدر رفتاری مرا دید چنان آزرده شد مسافد، فریادم کرد بچه جان اینجا بیا. فردا روز قیامت امتان محمد صلی الله علیه و سلم در اطراف مولا جمع شوند. غازیان ملت بیضای او، حافظان حکمت رعنای او، هم شهیدان که دین را حجتند، مثل انجم از برای امتند. زاهدان و عاشقان دلفگار، عالمان و عاصیان شرمسار، از هر جانب میگه امتان محمد صلی الله علیه و سلم نزد حضرت میآیند، همه به امید طلب شفاعت. یک طرف عالما، یک طرف قاری ها، یک طرف زاهد ها، یک طرف بعضی گناهکارا با خجالت شرمساری و گردن کج. در میان انجمن گردد بلند، ناله های این گدای دردمند. همون وقت این همی گدایی که تو زدی سرش کفاندی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بروی و بگه که یا رسول الله، این همی شیخ ریش سفید ابیض شهر فرزندی خچ تربیه کرده نتونست، امروز به گردنی بلند ایستاده است و فرزندش زد سری من به یگان گناه کفان. در میان انجمن گردد بلند، ناله های آن گدای دردمند. ای صراطت مشکل از بی مرکبی، من چی گویم چون مرا پرسد نبی. خداوند گفت گذشتن پول صراط برات مشکل بگردانه که اگر حبیب خدا از من سوال کنه من در جوابش چی میگم. حق جوانی مسلم با تو سپرد، کو نصیب
از دبستانت نبرد، است این یک کاری آسان هم نشد، یعنی این انبار گل آدم نشد. مردم قوم و ملت ها را حضرت بگه تربیه میکنن، قوم ها را تعلیم تربیه میتن، است خورترین کاری حتی واقع نشد. همین فرزندی تو یک خاکی خنک بود، هم تا یک خلطه خاک ماند. اندک اندیش یاد داره پسر، اجتماع امت خیر البشر. باز این ریشی سفیدی من نگر، لرزه بیم امیدی من نگر. بچه جان گفت هر وقت کاری را میکنی پیش از انجام دادن کار اول خوب اندیشه کن که فردا حتما همین روز میشوه، همه در اطراف محمد صلی الله علیه و سلم جمع میاییم و همه در اوجا در خجالت میمونه کسایی که مثل تو عملهای ناهنجار کرده باشه. آخی من از یکم فایده و منفعت تا الحال ندیدم، لااقل خاطر ریشی سفیدم، همین لرزه بیم امیدم، همین کارهای ناجور نکن، از خدا بترس. با پدر این جوری نازیبا مکن، پیش مولا بنده را رسوا مکن. الله اکبر. خدا کنه که ما و شما را نمیخیل پدر باشیم، خدا کنه که ما و شما را نمیخیل فرزندان را نصیحت کنیم. انشالله جامعه دیگرگون میشود. مرشد رومی چه خوش فرموده است، اون که یم در قطره اش آسوده است، مکسل از پندی رسول ایام خیش، تکیه کم کن بر فن و برگام خیش، از مقام او اگر دوری استی، از میان امت ما نیستی. هشتا در سرت بگی بنده خدا دعوای امتی میکنی، اگر تا از مقام محمد صلی الله علیه و سلم دور باشی، اگر بس سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم آراسته کی نباشی، تا از میان امت ما نیستی. لست منی گویدد مولای ما، وای ما ای وای ما ای وای ما. خدا کنه که ما و شما فردا روز قیامت الصلاة و السلام علیک یا رسول الله بگیم، وای ما نگیم. خدا کنه که این محفل خیر ما یک محفل تعلیم باشه که شنیدگی را در یاد بگیریم و برای اهل بیت فرزندا و قوممون برساند. خدا کند که خود را به سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم آراسته گردانیم. خداوند این محفل خیر، محفل نورانی را برای اهل این خاندان، برای شرکت کنندگان محترم، برای اهل این محله مبارک گردان و فردا روز قیامت به خاطر اظهار محبت هایی که داریم، اگر چند خورد است، اگر چند طفلانه است، پروردگار را همنشینی و صحبت علمای رسول الله صلی الله علیه و سلم برامون نصیب و روزی گردان. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین. آمین یا رب العالمین.